آروم شو. به این کار دخالت نکن دکتر. آروم شو. احمقی نکن. آروم شو. ایستا! کاردت را پرتا! پرتا گفتم! پرتا! کارد را پرتا گفتم! ای دختر! کارد را پرتا! پرتا! تو چی نگاه داری؟ تنی؟ تو هم سلاحت را پرتا! زود باش! کنی پرتا! نزدیک نشو! به من نزدیک نشو! اگر من ببینم تو رو با خودم میبرم. فهمیدی؟ سلاحت را نپرتا. حالا که کسی آسیب ندیده است روید از اینجا. روید از اینجا. زودتر روید. زودتر گفتم. رو کن. دم شو. زودتر داف شو. زینب خوب هستی؟ خوبم طاهر. دخترم تو زخم بردار شدی. زودتر با نقطه تیبی. شما را بید من اینجا کار دارم. آقای حمید چی واقعه شد؟ تو فقط از کنج و کنار تماشا کرده میستی. برای چی؟ با کمک نآمدی؟ کمک کردنی بودم اما گریخته رفتم. من با تو بد گپ میزنم. گپ میزده است. از این دکتر و معلمه هیچ خلاصی نیست. از پس کار شوید. گفتتان را اجرا کردم. من رو نکشید. من فرزند دارم. نکنید. دهانش را بندید. نکنید. چیزهایش را کفتیم. انا اینها را پیدا کردیم. شاید دیدن میخوایی. خدایا نکنید. استر خس این آدم را از کجا میشناسی؟ گپ زن. این آدم در روی خط خائنان تشکیلات است. گپ زن را از کجا میشناسی؟ من این آدم را نمیشناسم. اگر نشناسی چرا عکسش را با خود میگردانی؟ تا گپ نزند به این زن آب خوراک ندهید. فهما؟ مادر جان شما کجایید مادر جان؟ خانم رو ویران کردن. حمید زینب رها یافت. قریب بود که میمردم. اکا این کاری کرده اتم خیانت است. چرا زینب رو با بلا گرفتار کردید؟ دیگر علاج نداشتم. یک خطای کردم. شما خلمک هستید. شما جنی خودت رو با بلا پرداختید. زینب دختری یگانه من است. اگر من میبودم این کار رو به اویش روا میدیدم. چی گویم اکا؟ 100 تای شما. خیر بس است حمید. من اکا نمیشوم. اگر اکا هم نمیبوده چیکار کردنم را میدونید؟ خیر چیکار میکردی؟ میزدی؟ اکای حمید شما چیکار میکنید؟ شما دیوانه شده. با برادران این کار نمیزه. ینگه این شوهری شما با زینب دو انداخته است. با تشکیلات فروخته است. خاک بر سرمون رافه. این چی کاری کرده اتون بود؟ همش را برای آشه کرده. اکا شما خائنید. من شما برای این دیگر اکا ندارم. فهمیدید؟
راستش شما چیکار کرده؟ زینب خونوی جان من نیز هست. گویا من راضی باشم که بسری او بلای آید، اما چه علاج؟ همه‌اش را به خاطر عایشه کردم. زود شفا می‌یابد. خدا شفا دهد زینب. خطر جدی رو اثر گذرانید. تشکر دیلا. آن شخص کی بود آهیر؟ برای چی شما رو کشتن میخواست؟ این یک خصومت پیشین است، مهم نیست. مادامی که قصد جانتان را دارد شاید اون چیزی مهم باشد. در این موضوع گپ زدن نمیخواهم. مانده شدم. من با جای خوبم میروم. مایلش آقای طاهر. خدا شفا دهد زینب. تو اون شخص رو میشناسی دیلو؟ روزی فاتحه شما به اینجا اومده بود. گفت که از شهر اومده است و دوست آقای طاهر است. برای آقای طاهر رو دیدن به طاقتی میکرد. بعد او رو کشتن خواسته است. مردم دیه اومده او رو خلاص کردند. من از این واقعه ها بیخبر بودم. آن شخص کی باشد دیلو؟ کی بودنش رو نمیدونم زینب. معلمان نیست که چه؟ نه، کم تغییرات شد. این روزنامه نگار چرا اومده است؟ کلنگ رو زیر کرده دختر را کشته نتوانیست. نتوانستم آخیر. با سینان واخوردن میخواهد. سینان نیست، رفت. با کجا رفت؟ خبر اومد او رو به مرکز جر زدند. با من بیا. با سینان چیکار داشتن؟ نمیدونم اما اگر برنگردم قماندان که چه است گفت. این دعوت نشانه خوبی ندارد. چرا سینان رو به مرکز جر زده باشد؟ سینون خوب شد که در وقتش آمدی. برای چی جر زدن رواد؟ نمیدونم. نرو سینون. که ما تو در همین جا انتظار شما سردار. رواد از کی باز در این جاها برق پیدا شده است؟ در این جایها همه چیز هست سینون. بله. سردارم سینون اومد. خب بیا سینون. گذر سینون. با امر شما سینون حاضر شد. کنشین سینون. نه در اونجا نه، در نزدم نشین. هرچی فرمایید سردارم. برای چی جیغ زدنمون رو میدونی سینون؟ عملیات مسجد برار نگرفت. به این من گناهکارم. بله شنیدیم. عملیات به برار شد. ما کوشش میکنیم که بچونی روز مانع شویم. میخواهیم که مردم عادت نکنند، زیرا کسی پیغمبر را دوست دارد ما را دوست نمیدارد. فهمیدی؟ نشین. نو است. این سلاحی مخصوص است. اول من پرانم گفتم سینان. سردارم سلاح خوب است سینان؟ بله.
اگر با چیزهایی که به تو دخل ندارن بینی خلانی، این سلاح برای تو هم صدا بلند میکند سینان و کاری که با خوزه کرد زیادترش را با تو میکند. من چیکار کردم سردارم؟ سردارم بهروز قماندان برا برآمدن، کمی دیرتر میرسن. تیاری رو خیلی خوب بینید، دخترها رو هم آماده کنید، به بهروز قماندان خیلی پسند است. اطاعت سردارم. اگر مسئله بهروز قماندان رو در یگان جای کشایی یا به گوشم در آن خصوص یگان چیز رسد، دان که عمرت به آخر رسیده است سینان. اکنون رو. اطاعت سردارم. اپای خدیجه؟ آقای دکتر در همین جایند. الحال نیستن اپای خدیجه. باید او رو ببینم. من با شما کمک کردم میتوانم. مرحمت نشینید. اصلا من مادرم رو میکوبم. خونه رو دیدم نیستند. اپای خدیجه، خاله زلول رو سربازان بردن. دیلو تو چی ها میگویی؟ برای چی رو بردن؟ برای به تشکیلات همراه شدنشون. این بلاهایی به سرمون اومده رو اینا مادر جانا. همه این رو برای نجات دادن برفین کرده بودن. من گفته بودم سرتون رو با بلا گرفتار میکنید، آخر به من گوش نکردن. حاضر در کجاین دیدو؟ شاید در حبسخانه موقتی باشن. آخر تو قرار سود در آنجا نگاه میدارن. برای شما خوراک آوردم اپای زلال. خدا راضی باشد دخترم. اون شخصی که میپرسند کیست اپای زلال؟ از افتش او برایتون خیلی عزیز است. برای همین را پرسیدن آوردی؟ نه اپا، برای نه. شما خوراکتون رو خوردن گیرید. اگر فهمم مرا هم جزا میدهند. تو چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ اپا چندم برو سردیه، دختر گناهی ندارم. احمق، چرا گپ رو نمیفهمی؟ چرا گپ رو نمیفهمی؟ باید نمیخواد جزایش رو میگیرد. میفهمی؟ جزایش رو میگیرد. منو به تو فهما احمق فهمیدی میگویم به تو. زودتر سؤال، من پسر رو میبینم، احوالی او وضعیتر است. تو از حال دختر با خبر شد. زود باشه. اگر یگون مشکلی شد زود خبر کنید. زود باشه. زودتر. چرا او رو خودم ندیدم؟ چرا با او باور کردم؟ از برای من. آقای دکتر، به او بگویم زلال مادری تو نیست هست. من باید میشوم. به کس موندم میگویم مرا صاحبی کن، مرا محافظت کن میگویم. آقای دکتر. آقای خدیجه، با دکتر یگان کار دارید؟ بله، در درون است اما درون نمیکشوید. احوال اون کس خوب نیست. نه خول. اگر خواهید به نزد دلو روید، او به شما کمک میکند. بله. خدا شکر دیرد بمون رو باره. دکتر، احوال دختر بد شد. خیلی وزن است. چی شد ساعت؟ آخر احوالش سبکتر بود. نمیدانم. حالا هم در حجره جراحی است؟ بله. کنی رفتیم بینیم.
بیاید رفتم. وای خدا جون، من اکنون چیکار کنم؟ من کجا روم؟ لازم نبود. از برای من باز خودت را به بلا میمانی. قربانتون شوم اپای زلال. شما خواتیر نشوید. همه در باغند. خدا از تو راضی باشد دخترم. معلوم می شود که در اینجا آدمان خوب هم بودند. مرا ببخشید کمی سرنمک شده است. این خیلی نگوی دخترم. دستت درد رو نبیند. خیلی بالا زد. افسوس که آب نیست. همین که یفتم میورم. دل شده. یک چیز را پرسم. این سلیمان همون آدمی در عکس بوده؟ او با تشکیلات چی علاقه دارد؟ نمیدونم اپا. او به شما کی میشود؟ او را از کجا میشناسید؟ او خوجین من است. شوهرم است. اما چند سال می شود که او را از دست دادم. از روی دوای خونین هلاک شد. بلبلم و سرایید. نصرتی رو با شوهرش بوده است. شوهرش بوده است؟ چی گفتند؟ هیچ چیز. چه هم میگفتند؟ آنها کیف صفا میکنند. یک به حوال ما نگر و بعد به حال آنها. همه شرایطشان مهیا و مکانشان نگری. گمان میکنی که مهمان سرای است. حتی قوی برق هم دارند. خوراکی و نوشاکیشان به حساب. زن دختر هرچی گویی دارند. یعنی چی طور؟ ما از خنکی گرسنگی میموریم. آنها باشند در راحتند. این چه کار است؟ اینقدر آدم را در این شرایط داشتن آسان است؟ دعوا میگویند و خودشان مثل شاه زندگی میکنند. اگر این بچه آنها را ببینند در این جای ها میستند مگر که جاسوسانی در بینمون بوده را نیست و نابود کردی. اما در نتیجه چی شد؟ دیدی آخر همه در فکر خودش است. در این مسئله گم نزن که چه. آن کار درست بود. همه باید سزایش را گیرد. اگر لازم آید آنها هم. روزنامه‌نگار شما را دیدن میخواهد. مایلت مجده رفته او را بیار. دردش را فهمیم. که چه این گپ ها در بین هر دویمان ماند. با کسی نگویی. در جای ایستادهمان مردم و پا نخیزند. راست میگویی. این شرمندگی رو باید کسی ندونه. حتی یک نفر هم در اینجا داشته نمیتوانی. راهگر باز این روزنامه‌نگار را درد سرمان کردی. گفتم که بدامی رافع افتاده. اول دکتر بعد پدری معلمه از پیشمان برآمد. اگر اون نمی بود حالم بد میشد. با اون طرف به نزدیک سینون. بیا روزنامه‌نگار بیا. شین که چرا خلاص کردی همین طور؟ تشکر. شین که چرا خلاص کردی همین طور؟ بله همین طور سینون. اگر باز کلنگ را زیر کرده دکتر را میکشتی؟ کلنگ را زیر کردن آسان نبوده است. این دکتری ابله باز رها یافت. من یک پیشنهاد دارم. من در روزنامه کار میکنم. خواهی به واسطه آن تو را مشهور میکنم. نخواد. به عوضش چی میخواهی؟ برای من دکتر را میکشی. راضی هستی؟ ابلهی بفهم. من آن دکتر را به این هم میکشم. اما به خاطر تو نه. کنی زود از اینجا رو. زود باش. کلورم. تو دکتر را کشته نمیتوانی سینون. سردارانمون امر کردن که به دکتر دست نرسانیم. من این کار رو حل میکنم. چطور حل میکنی؟ این دفعه نقشه پخته دارم.
زود آماده شوید بعدی هم میرویم. این دفعه کار حل میشود. روزنامه‌نگاری احمق هم با ما میرود. تو نگویی هم ما از بیرون همش را فهمیدیم. یعنی نصرت روباه شوهری توست. همین طور؟ نامی او نصرت روباه نیست. سلیمان است شوهری من. شوهرت در روی خط خائنان تشکیلات است. او حالا در کجا پنهان شده است؟ تو چی ها میگویی؟ سلیمان چند سال پیش مرده است. همه ای دیگه شاهیدند. رئیس خبر آورده بود. خسته نباشید خانم زیلال. بخیر است رئیس؟ بخیر نیست خانم زیلال. سلیمان. با سلیمان چی شده است؟ سلیمان را از دست دادیم خانم زیلال. رئیس شما چه ها میگویید؟ از شعبه پلیس خبر دادم. رئیس خبرش را آورد. شوهرت مرد گفت. پلیس او را برد گفت. جسدش را با چشمانت دیدی؟ ندیدم. پلیس جسدش را برده است. جسدش را به ما آوردند. من خیلی کافتم. به همه جا رفتم. جسدش را نیافتم. نمیابی فهمیدی؟ چون که شوهرت نمرده است، گریخته است. این چه خیلی می شود؟ شما چی ها می گویید؟ سلیمان مرد. مگر آدمانی دولتی دروغ می گوید؟ ای زن با ما بازی نکن. ما را کودک فکر کردی. شوهرت از سرحد گذشته به خارج گریخت. آنجا چند سال برای تشکیلات خدمت کرد. گویا تو نمیدونسته باشی. اینقدر این زن فریبگر بوده است. اینها دروغند. شما دروغ می گویید. بعد به تشکیلات خیانت کرده همه را فروخت. جاسوسی کرد. سردارمان را دستگیر کردند. بعد از بین غیب زد. همه گپ‌هایتان دروغ است. سلیمان مرده است. بس است. بازی را بس کن. با شوهرت همکاری میکنی. او در کجاست گپ زن؟ من از کجا دانم؟ تو ندانی کی میداند؟ شوهرت در کجاست گپ زن؟ من همینش را میدانم که سلیمان مرده است. این زن خیلی پرطاقت بوده است. ما چی کسانی را به گپ ندر آورده ایم. کنی زود عمل کنید. کنی دستت را ده. چی کار میکنی؟ حاضر میبینی. من هیچ چیز را نمیدونم. یا هیچ سلیمان را نمیدونم. نکنه میدانی. معلوم می شود که امکان برای آزاد کردن آیشه دیگر چاره‌ای نداشتند. این آدم تو را فروخته است زینب. پدر جان، صد شکر که من خوبم و هم با من هیچ چیز نشده. اگر میشد چی؟ این خیل برادر، این خیل عمک برای من در کار نیست. نه، برای من در این خانه ایستادن حرام است. از اینجا میروم. شما چی ها میگوید اکای حامد؟ قربانتان شوم این طور نکنید. یک بیعقلی کردن. اویلمون را پریشان نکنید. ینگه بعد چنین کاری این آدم من در این خانه و در ماندن نمیتوانم. اکای حامد رافع پیر شده است. چیکار کردنش را نمیداند. میدانید اویشه را بسیار دوست میدارد. پدر است آخر. نکنید قربانتان شوم. خیر چی شده است؟ کنی آشتی کنید برادران. نباید در بین برادران کی نباشد. و هم هفته نکاح است. بعد چند روز توی زینت می شود. در بین مردم شرمنده می شویم. کنی آشتی کنید. خیزید. ینگم راست میگویند. بیایید آشتی کنید. خیزید پدر جان، خیزید. آشتی کنید. زودتر.
دخترم دستت چکر شد؟ خوب است پدر، خواطر نشوید. طاهر گفت که بزود شفا می‌یابد. خودش چی حال دارد؟ نمیدونم پدر، حالش خوب نمی‌نماید. دخترم این آدم کسی که نباشد به جان دکتر دویم مراتب قسم میکند. دکترها تنها ماندن لازم نیست. پدر، اون آدم با سلاحداران گریخت. میترسم که باز برمیگردد پدر. اینجا بدیه خیلی نزدیک است. دام رو همینجا میمانیم. روزنامه نگار فرما که چه؟ همینجا انتظار میشود. معلوم میشود که در سرنقشه اولیه داری سینا. اگر یکان خطاگیری نشود این دفعه دکتر میمورد که چه؟ انتظار میشویم. اپای خدیجه، شما اینجا چیکار میکنید؟ بابا ابراهیم رو انتظارم دیلو. بهوده انتظارت اپای خدیجه. بابا هم نیستن، از سفر برنگشتن. چند روز میشود که از اون کس خبری نیست. تو چی خو میگویی دیلو؟ در این سن و سال به کجا میروند؟ شاید به مشت در یگان جای مونده باشند. نمیدونم اپای خدیجه. امروز به گفت گفته انتظارم. یگان واقعی روی نداده باشد گفته میترسم. زیق نشو خواهرم، انشالله میویم. به کجا میروند؟ شاید بیمار شدند و در یگان دیه ماندند. یک روز نه یک روز میویم. هیچ نباشد خبر میفرستند. زیق نشو مایلش. انشالله همین دور است اپای خدیجه. مادامی که بابا نیستند من میروم. شما برای چی بابام رو میگفتید اپای خدیجه؟ کشتن. عزیز رو کشتن. همدردی هم رو قبول کنید. تشکر. این غم نمیرسید که باز خوش دامنم میخواهد مرا به دادن شوهرم خونه دار کنه. چی کار کردنم رو نمیدونم. کسی ندارم که مرا صاحبی کنه. مادرم هم نیستن. مجبور شدم به نزد بابا بیارم. شما در خانه خالای زلال انتظار شوید. خالای زلال بعد از یک چند روز میویند گفتن. اما انیق نیست اپای خدیجه. اما که عزیز دوستون امروز به همونجا آمده بود. اگر مرا دستگیر کند از دستش رها یافته نمیتونم. من میترسم دیلو. نترسید اپا، در خانه ما میستید. بیایید رفتیم. دیلو در حقیقت مادرم بعد یک چند روز برمیگردند. انشالله برمیگردند اپای خدیجه. انشالله میآیند. انشالله. باز نه هم گوشتی برداری. همش را یکتا میشکنی. تا نگویی از ما خلاص نمیشوی. کنی گپ زن. اون شوهری خائن در کجاست؟ نمیدونم. قسم میخورم که نمیدونم. این شب تا سحر راست میستی. اگر باز عقلت بجایش ندراید و با شکستن انگشتانت را دوام میدهیم. التماس نکنید من رو سردیه. نمیدونم سلیمان مرده است. التماس نکنید. مادر جان بیایید خوراک تیار است. برفین برو.
بخیر است مادر جان. گویا ما رو تا حال ندیده باشید. ها راست. گویا ما رو ندیده اید مادر جان. راست میگویی. چرا؟ کنی؟ شما سلیمان شما نمرده اید. سلیمان شما نمرده اید. سلیمان خیز کنی بیدار شو و خود بیا. بیدار شو. به چی ها میگوید؟ بیدار شو گفتم. دیگه جای سلیمان را میگویم. جای سلیمان را میگفتم. چی؟ کندی گپ زن؟ آب. نه آب نیست. یک خانه است در نصیبر. در آنجا خطیچم برفینم. پسرم برات. در آنجا با فرزندانم خرسندیم. خوشبختیم. سلیمان به همانجا می آید. خب آن خانه در کجاست؟ سلیمان به کجا می آید؟ نمیدونم. نمیدونی؟ کنی گپ زن. این زن با من بازی میکند؟ گپ زن. کنی گپ زن. تو میگویم گپ زن. ابلا گپ زن. کنی گپ زن. گپ زن گفتم. گپ زن. دادستان می آید. حجره ها را دیده ایستاده است. چی؟ کنی او را کشوید. زودتر پرده ها را فرارید. زودتر آماده شوید. برفی برات در کجایید؟ میمیرم پسرم. مرا میکشم. رهایم کن. مجده حالا دکتر نزدیک شده ایستاد از فهما. نگاه کن. آماده شو مجده. و سری راه آمد. کنی قلم را زیر کن. آفرین. آفرین مجده. خب کنی روزنامه نگار. ما آماده ایم. نوبت به تو. دکتر را بیارو. کار تمام شود. دکتر را به اینجا چطور میاره روزنامه نگار؟ کارش را میداند که چه. نقشه را کشیدیم. آن طرفش کار روزنامه نگار است. و آسانک از دکتر خلاص می شود. همین طور نه روزنامه نگار. البته انتظار شد. آن طرفش کاری من است. کنی رو. ما در همینجا انتظار می شویم. کنی زودتر. خوب نشان گرفتی مجده. من میپرونم. لیکن بینیم دکتر می آمده باشد یا نه؟ می آید. البته می آید. دکتری ما دکتری حقیقی است. همیشه به کمک تیار است. دستانش بند هم باشد می آید. آقای دکتر. آقای دکتر. آقای دکتر. خوش آمدید پای خدیجه. وای آقای دکتر به شما یک چیز مهمی رو گفتن میخواهم. شوهری مرا آدمانی تشکیلات کشتند. همدردیم رو قبول کنید. تشکر. خوشتامنم میخواهد مرا با برادری شوهرم خانه‌دار کند. من باشم به نزد مادرم گریختم. آخر خالای زیلون نیستند. آن کس رو بردند. بله میدونم. او رو به حبس خانه بردند. مادرم اکنون نیستم. کسی ندارم. مادرم شما رو خیلی دوست می‌داشتند. التماس مرا تنها نگذارید.
اپایخاتیچه از وخی های بسرتون اومده خیلی غمگینم، اما حق ندارم که شما رو پشتیبانی کنم. این جایها رو خوب میدونید. میتوانید. آخر شما برادری. طاهر برایتان خوراک آوردم. خوش آمدید اپایخاتیچه. فهمیدم که شوهرتون رو از دست دادید، هم دردیم رو قبول کنید. تشکر، خدا راضی باشد. اپایخاتیچه با من چیزی گفتن میخواستید؟ من بعد میگویم آقای دکتر. مایلش. بیچاره در این سن و سال بیوه ماند. حالا با کمک مادرش احتیاجی زیادی دارد بیچاره. کمی دیگر ده. اومده ایستادند. اگر کسی مرا فروشد رحم نمیکنم، دانسته باشید. در زیر این کت بمب است. اگر صدا براری بمب را در همینجا میترکانم و هممون میمیریم. خودت را به خواب انداز. مرحمت آقای دوستان. السلام علیکم خانم ها. سلام آقای دوستان. با شما چی شد؟ افتیدم آقای دوستان. این زن گپ نمیزند. این تر باشد کشید. کنی پرسیم یکم کس شکایت دارد؟ از شما میپرسند، جواب دهید. یک بار دیگر میپرسم، یکم کس شکایت دارد خانم ها؟ این زخمهایتان از کجاست؟ افتیدم آقا. به انگشتتان چی شده است؟ نشونیدید خانم، جواب دهید. این زن خیلی عصبی است آقای دکتر. دستش رو به دیوار زده یردار کرده است. او را زودتر به نقطه طبی برید. اطاعت آقای دکتر. آقای دکتر. خدا مددگارتان خانم ها. تشکر. آقای دکتر. لبای خانم. مرا شکنجه میدهند. تشکیلات به من ظلم میکند آقای دکتر. ظلم میکند؟ این زن چی میگوید؟ کی این زن را عذاب میدهد؟ همچون متصدی زیدی تشکیلات میدونم که نفرانی در اینجا بوده علاقهشان را از تشکیلات کندن. محترم دوستان، این زن برای از محبس رها یافتن انگشتش را شکست. او دیوانه است. گناهش چیست؟ حالا سود نشده است آقا. بعد از 2 روز مرافعه می شود. اگر به این زن یگان چیز شود همه اتان را جوابگر میکنم. دانسته باشید. مرا فهمیدید؟ همه اتان جواب میدهید. جناب سبا نوار را انتظارم. دستگاه نوار برداری هم ویران شد. آن را تعمیر کرده میارم. جناب وعده خالی را دوست نمیدارم. دانسته باش نوار را انتظارم. خودم به سرم بلا آوردم. سلجوق؟ بله. فکرت در کجاست دوستم؟ من رو نشناختی؟ جیک؟ بله منم. دوستم. دیر باز تو رو ندیدم. من هم. در یک مکتب خوندیم، در یک محله کلان شدیم، هم کسبیم، اما هیچ بو نخوردیم. بله راست. بیا در اینجا جای چای نوشی هست، کمی صحبت میکنیم. من باید یک کس رو. بیا خیر. بیا خیر. مایلش. کنی گرزم دوستم، با چی کار رو مشغولی؟ هیچ فکر نمیکردم که با تو در این کوه میخوریم. در اینجا چی کار میکنی؟ نوشی جان. تشکر. تو اینجا چی کار میکنی؟ برای نوار صحنه‌چه طلبه ها اومدم، اما دیر کردم. تا خیره می نماید دوستان. خواهرم رو از دست دادیم. همدردی هم رو قبول کن. شنیدم اما به جنازه رفته نتوانستم. کاری ما همه خیلی است. کنی گبزن کارهای چی خیلم؟ من به هر کار دست زنم آن کار ببران می انجامد. به اینجا اومدم با جناب سبا گفتن شخص شناس شدم. یک وظیفه داد
با نوار گرفتم اما دستگاه ویران شد. دوستم باید یک برنامه خوبی میکردم. با او چی جواب میدم نمیدونم. او باشد یک بلای عظیم است. با تشکیلات هم کاری میکند. باید ثبت نوی کرده به جناب سپارم. برای این از مرکز دستگاه نواربرداری نو درخواست نمودم. با تو چی گپه شده است؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ دکتری که سبب مرگ خواهرم شد در همین ده از جنگ. نخواد. چرا با من اینطور نمیگری؟ اگر دستگاه نواربرداری به تو ضرور باشد من از اون خودم رو میدهم. و باز یک خبر جالب، تشکیلات یک کس رو میکشد، تو باشی اون رو به نوار میگیری. نخواد. این لوحه خوبی میشود. اما هرچی گویم میکنی. میکنم. قربانی تشکیلات کیست؟ دکتر ده. طاهر، خوراک تیار است. چای هم دم کردم. تشکر زینب، اما اشتها ندارم. میدونم حالا هم در فکر روزنامه نگار هستید. او کیست و برای چی شما رو کشتن میخواهد طاهر؟ در این موضوع گپ زدن نمیخواهم زینب. من هم شما رو مجبور کردن نمیخواهم، اما شما رو در این حال دیدن مرا ناراحت میکند. او کیست و چرا شما رو کشتن میخواهد؟ چیزی چرا هم رو در خانه رئیس ماندم. انا دستگاه نواربرداری. چی کار کردن رو میدانی؟ خاطر نشو، دکتر رو با اون دارم میبرم. اما اول با اونجا رفته خودت رو با سینان شناس کن. با او گویی که من تو را فرستاندم. کار خوب میشود، ما با او شناسیم. خیر، برای کار. روزنامه نگار؟ لبا رئیس. بیا کنی درا صحبت کنیم. صحبت میکنیم رئیس. درا تشکر. خیر، مادامی که گفتن نمیخواهید من میروم. نامیان روزنامه نگار سلجوق است. خواهرش در یک صدمه نقلیاتی اردار شد. حالتش را سبک پنداشته او را به یاردمچیم سپردم. متاسفانه او مرد. با گناهی من مرد. سلجوق باشد دشمنی من شد. اما شما نفرانی زیادی را نجات دادید. آخر شما هم انسانید، خطا کردنتان ممکن است. انسانم، اما برای دختر از همه بد سبب مرگ نفر شدن است و این خطا مرا عذاب میدهد. زینب، برای مرگ خواهر سلجوق هیچگاه خودم را نمیبخشم. زیق نشوید. شما با این کس نفرانی زیادی را از مرگ نجات دادید و نجات خواهید داد. سببی به این ده آمدنم نیز همین است. در اون روزهای دشوار آزم و من زنگ زد بیا کمی خودت رو آرام میکنی بود، لیکن او میخواست از من استفاده کرده خودش رو پاک سازد. واقعا ها رو خودت میدونی. همش گذشت طاهر، همش پسی سر شد. این طور زیق نشستن به شما نمیزیبد. کنی خیزید، خوراک تیار است، خوراکتون رو خورید. مایلش خیزید. مرحمت. انا بین با ما چای هم آوردن. گیر من باید میرفتم رئیس. نه یک چای می نوشیم. بین قزمان چکل چای خوب تیار کرده است. نوش کنی قزمان تو با درون درو. ما با آقای روزنامه نگار صحبت میکنیم. نه پدر، من شما رو ناراحت نمیکنم، شما راحت باشید. باز ما تو رو ناراحت نکنیم میگویم. کنی با درون درو زودتر. آخر دختر است.
دوستم روزنامه‌نگار، من به تو گفته بودم که از عهده کشتن دکتر برآمدن نمیتوانی. انا دیدی؟ راست گفته بودم. گوش کن، این کار راه حل دیگری دارد. چه راه بود است؟ تو روزنامه‌نگار نیستی مگر؟ یک دو خبری بعد تیار کن. حکومت انقره شنود او را از پیش میکند. هم تو انتخابات را میگیری و هم از او خلاص میشویم. این کار این طرح حل نمیشد رئیس. طاهر میمیرد. تمام. دقیقه های به شمارش ماندند. تو همین خیلی گمان میکنی و پدر چی میخواهی؟ و تو نگفته بودم به ما خالن نرسان. آقای روزنامه‌نگار رو به تلفن جیغ میزنند. حاضر گپ زدن نمیخواهم. اما پدرم زنگ میزنند. خیلی مهمی میگویند. کنی یک رفته بین؟ خیر مایلش. الو پدر؟ سلجوق تو دکتر رو نپروندی همینطور نه؟ حالا زنده است اما میمیرد. خیلی نکن پسرم، به دکتر دست نرسان. به مرگ خواهرت او گناهکار نیست. گناهکار نیست؟ او گناهی ندارد. به دکتر بیچاره دام گذاشتن. فرزندانم، شما را خیلی پزمان شدم، یادتون کردم. انا اکنون میکشم. تو چیکار میکنی ابله؟ تو چیکار میکنی؟ تشکیلات فرمانی مرگش را برآورد. این خیلی نمیشود ابله. دادستان را نشنیدی؟ اگر در اینجا میرد تشکیلات را گناهکار میکنند. چی اینجا ایستاده اید؟ کنی از پس این کار دار شوید. اگر ما نکشیم او را کی میکشد؟ دیگران. من یک نقشه دارم. این آدم روزنامه‌نگار است تو، اما هیچ نمیفهمم چطور در دست سلاح گرفته قصد جانی نفری را میکنه. سلجوق اصلا انسان خوب بود. بعد از مرگ خواهرش عصب‌هایش خراب شدند. یک مدت طبابت هم گرفت. حالا هم او را انسانی خوب میگوید طاهر. و شاید با سلاداران همکاری دارد و باز برگردد. طاهر میگریزیم. ایستا هر چه شود شده. طاهر بیعقلی نکنید، رفتیم و سلاح دارد. طاهر رفتیم. ایستا مرا گوش کن. طاهر یک التماس. ایستا طاهر. التماس مرا گوش کن. با این طرف. برای میدونم که در همین جایید. برایت گفتم با شما. طاهر با تو یک چیز مهم رو گفتم میخواهم. چی شد؟ با فکرم افتید. بیا رفتیم. طاهر رفتیم. او رو در این احوال پرتافته نمیدونم. شما چی کار کردنید؟ باید با او کمک کنیم. به نقطه که ببریم. شاید ماینش رو سیب دیده باشد. آخه طاهر هرچی نباشد من باید با او کمک کنم. زینب این وظیفه من است. راست میگوید. میبرزوریم. با این نگر گویا که فیلم به نوار نگرفته باشد. ابله کنی زود دکتر را بیار. طاقتم آنطاق شد. خوب شده است. کنی زود باش. چی شد با من؟ چی شد؟ از بوم افتیدی. طاهر آرام شو. جراحت برداشته ای. حتی در این احوال به شما هجوم میکند. یک دوری آرام کننده بیارید. بگذار خوبت.
آقای دکتر زود باشد آقای دکتر. چی گپ شد؟ خواهرم تولد میکند، دردش گرفته است. زود باشد آقای دکتر. مایلش دیلو تو راو، من زخمی بیمار رو بسته حاضر می آیم. مایلش آقای طاهر، تو هم بیو زینب با من کمک میکنی. مایلش دیلو زودتر باشد. چی گپ شد دیلو؟ زن تولد کرده ایستاده صفحه خدیجه، با اونجا میرویم. شما همینجا انتظار شوید. مایلش انتظار میشوم. بیایید رفتیم زودتر. وای چی شده پای خدیجه؟ من یک چیز گفتن میخواستم اما حاضر به فکرم وقتی مناسب نیست. گوید من شما رو گوش میکنم پای خدیجه. من آقای دکتر یاریده. چی شده است؟ یکی از روزنامه‌نگاران افتیده، احوالش خیلی وزنین، باید زودتر بیایید. حالا در کجاست؟ در دره پسیده ها. دره؟ دره اسم نمیگویند چی میگویند؟ مایلش حاضر میویم. زود شتاب کنید. مایلش حاضر میویم. شما در نزد بیماری استید پای خدیجه. مایلش خاطر نشوید. باز هم گفته نتوانستم. تو پسری زلال هستی گفته نتوانستم. بیدار شوید اپای زلال، بیدار شوید. نترسید اپای زلال، منم دل شده. خیزید خوراکتون رو خورید. خوراک؟ به من خوراک و آب نمیدهند. میدهند. کنی خیزید. نترس، کنی بسری دسترخوان شین. شینی گیر خور. تو جای شوهرت رو به ما نگفتی، اما ما او رو یافتیم. سلیمان را یافتید؟ سربازان سلیمان را دستگیر کردند. او همین جاست، در حبسخانه، در جای مردها. او رو دیدن میخواهی؟ آقای دکتر با نزدی بیماری رفتند، حاضر می آیند. با کجا رفت؟ به فکرم یه روزنامه‌نگار رفتیده است، به دره اسپینه بردند. او باید با اونجا نرود. برادر شما چیکار میکنید؟ زخم برداشتید. نخیزید حاضر دکتر می آید. او گذاشتن. سلاحداران او رو در دره اسپینه انتظارن. او رو میکشن. چی؟ تایی رو میکشن. وای گفتم حاضر می آید. انا سعید هم آمد. مجده گچه جایهایتون رو خوب گیرید. شده است. اینش از کجا برآمد؟ آقای دکتر مجده تیار شو.
دکتر آقای دکتر نروید در آنجا دام است آنجا دام گذاشتند شما رو میکشند ایسته شما چی ها میگوید آقای خدیجه در آنجا دام گذاشتند کنی مشترم دکتر به این طرف زودتر رفتیم پنهان شوید رفتیم زودتر سرطان رو نبردارید پنهان شوید سرطان رو نبردارید بدویم آقای خدیجه زودتر پنهان شوید سرطان رو نبردارید آقای خدیجه میگریزیم دوید زودتر آی دکتر سینان فرمانی جنابی سبا رو فراموش نکن زود باشید زود باشید زود باشید آقای خدیجه زود باشید برزین برزین رفتیم آقای خدیجه زودتر زودتر زندان ها میخواد باشه چیکار کرده باشه دخترچه من رو برده بودن من دخترچه هم رو دیدم دختر زیبایش دست دخترچه اولش چون خوب است من هم درباره شوهرتان فکر میکنی؟ بله او رو فکر میکنم من یک روحی به طرف مردها گذاشتن رو میدونم قربانت شوم تو چی ها میگویی؟ از تریزه پسی نقطه طبی روحی هست به شما نشون میدیم من خبر میفرستم شوهرتان شما رو در بیرون انتظار میشود راست میگویی؟ البته راست شما حوزی رفته به این پاسبان گوید شما رو به نقطه طبی برد زخم دارید همین که در حجره تنها موندید گریزید در آخر راه رو پنجره است اون رو یک طرف کرده به طرف شوهرتون گذارید کنی به نزدیک سلیمانتون روید باز با همون راه بر میکردید میگوید شوهرم رو دیدن میخواستم من یک دوگانه داشتم داریم همین خیل میکرد نترسید خدا از تو راضی باشد دخترم این طور باشد من زود به نقطه طبی میروم خیزید روید به نزدیک شوهرتون روید مسئله حل شد با قوه برق پیوست بودن پنجره رو نمیدوند؟ نه نمیدوند خوب خیلی خوب همین تر دستانمون رو به خون آلوده ناکرده از این زن خلاص میشویم خدا این چی بلا بود که به سرمون آمد قریب بود خواهرم ما رو میکشت آروم شوید آقای خدیجه اگر او شما رو میشناخت ما رو میپراند بدو ماینه سرش رو ایدورا میکنند خدایا خودت به ما کمک کن مادرم خواهرم و من هممون پریشان شدیم صد شکر که شما خوبید از کجا فهمیدید که با من دم گذاشتند آقای خدیجه آن بیمار گفت سلجوق گفت تشکر آقای خدیجه تشکر ایوای برای بردنی من آمده آرام شوید نمیبرند بگریزی ها خدیجه داره درون ایستید شما چی کار میکنید ایستید هر یک طرفی ایستید حالا نرسو زهدید من آمده نجوم بازو های کن
آقای دکتر چی شد آقای دکتر؟ خوبم. اگر اپای خطیچه کمی پیشتر خبر نمیدود حالا در اینجا نمیبودم. دکتر حالت خوب است؟ خوبم. خیلی خدای شکر. خوب است آقای دکتر. خدا شکر. روزنامه‌نگار به شما خیلی گفتنی های مهمی دارد. رفتیم. میدون تویر دکتر سعاد از تو پنهانی به خواهرم داروی دیگر را داده است. او این کار را مخصوص کرده است. خواهرم از همین سبب مرد. یعنی تو یگام گناه نداری تویر. دونسته چی طرف داروی دیگر رو میداده است؟ تو این رو از کجا میدونی؟ از همون روز پدرم از پای همین کار بودند. در آخر حقیقت را پیدا کردند. همش گذشت. مرا ببخش. تو را ناحق گناهگار کردم. اگر توانی ببخش. مادامی که کار به خوبی انجام یافت به ما رو تنها میگذاریم. رفتیم و بیرون میرویم. خدا شفا دهد. تشکر خواهرم. تو کمی استراحت کن. مالش. بخیر است پدر؟ چی شد؟ بخیر است. البته بخیر است. داماد من چی گفتنی بودم؟ همه کار رو با ثبوت رسانده. درباره کدام کار میگوید پدر؟ پدرت درباره تویتان میگوید زینب. آفرین دلا، آفرین دخترم. اکنون وقتی آن رسیده است که کار را موافق عادتمون عملی کنید. پگاه انشالله تویتان را میگذرونیم. چی میگوید؟ سینان تو مگر به سرداران رسید ببرایی؟ جناب سبا من تو خودت را که میسابی؟ من و تو مثل سنچه های زیر پا هستیم. رحم نمیکنن، شکستم میپرتاین. یک خطای کردم جناب سبا، واهمه نکنید. سببش باشد خیانتی رافع است. دکتر قریب بود که مرا میکشت. اگر همین خیر رفتن گیرد پیش از دکتر من تو را میکشم. خواستم جزایشان را اگر دهیم. رافع فریب داده باشد جزایش قطعی است. بعدها هجوم میکنه معلم را برداشته میاره. تمام. این روزنامه‌نگار کجا شد؟ در پسی در انتظار است. روزنامه‌نگار کنیون ثبت. جناب دستگاه هم ویران شد. لیکن سلاحی من ویران نیست. فهمیدی؟ ایستد جناب مرا سدید. ببینید یک دستگاهی نیافتم. با من یک امکانات دیگر دهید. یک لوحه میسازم که تشکیلات را در چشم همه واهمانان تاثیر میکنم. سنان برای او یگان حادثه تشکیل کن. گیر این را گیر. آقای خلیل کلین تو را آوردم. خدایا اما کی درسون از برای خدا مرا سرده قربانت شوم. این چه کاری کرده بود خدیجه؟ مرا در بین مردم شرمنده کردن میخواهی؟ شوهرم مرد گفته از این خانه برآمده میروی. پدر شوهرم به من هم پدر است. شما را احترام میکنم. فرهاد برادر شوهرم است. به من هم برادر میشود. چه طور مرا با او خاندار میکنید پدر؟ از زنی فرهاد شده نمیتوانم. بس تو مگر از ما بهتر میدانی؟ هرچی که من گویم همان میشود. او رو برده در تخانه محکم کنید. برید رفتیم. کنید پدر. التجا میکنم رحم او اخلاص بسرش نوید در آنجا مانید. پدر رحم کنید. فرهاد با درون درا. گوش کن فرهاد، باید زودتر به خدیجه خانه دار شوی. اما پدر خدیجه ینگه می شود. خب شو چه خیلی ینگه؟ من چیزهایی در سرت بوده رو میدونم. تو در فکری دختری حمزه هستی همین طور نه؟
آن دختر را از یادت برار. آن نادیده ها قلینی زیاد میخواهند. آنقدر پول را من از کجا میابم؟ پدر گم نزن احمق، نمد رو گیر. بس کن فرهاد، یگون احمقی نکن وگرنه تو رو میکشم. زلیخا، آن زن احمق به این خانه پایش را نماند. دخترش را هم به اینجا نارد. فهمیدی زلیخا؟ مایلش خوب شده است، فهمیدم. داد نزنید، خودتان را خسته نکنید. این چی روز است؟ خدایا این چی روز است که به سرم آمد؟ چرا من اینقدر بدبختم؟ خدایا خودت کمک کن. ببخشید. زودتر کنی زودتر. انا یک چراغ، انا دو چراغ، انا سه چراغ، انا 14 چراغ. این چراغ ها رو از کجا یافتی؟ برقچه آورده بود برای سنجیدن. انا اکنون سنجیده میبینیم. سنجیدنگیز. این طرف بیار. کنی زود باشه. سلام علیکم رئیس. سلام علیکم. برو به این طرف مونه. السلام علیکم اماکی حمید. و علیکم السلام. از رجب یکون خبر هست؟ او در راه اومده ایستاده است. خیلی دیر کرد. میدونم برای چی دیر کرد. خاطر نشد. حاضر میآید. کنی راگرد هلنده هور. ما را در تو انتظارند. راهگرد، چرا خودت را به قفا میکشی؟ گفتم. راهگرد، دم. نزد. او را باندید. کنی او را به طرف روزنامه نگار گردانه. چیزی خوب این را یافتم. سختر باندید. به نوارگیر روزنامه نگار. این دفعه خوبتر به نوارگیر. کنی از آنجا دور شوید. آماده ای؟ آمادم. این دفعه نباید خطا کنی. خاطر نشوید. تمام رفتیم. 1 2 3. انا چنانه که دیدید کسی که به تشکیلات خیانت کند سزایش همین می شود. کنی راه گردید. رفتیم. این کار به آخر رسید. رفتیم. آیسته. اما که امید بخیر است داماد؟ با اونجا نگرید. یا خدای توبه، این فلشیگه رجب در کجا باشه؟ نمیدونم پسرم، نامد است آخر. چی گپ است آقای حمید؟ چی میشد؟ خرش تنها آمده است. رجب نمی نماید. شاید رو رفته کوبه. حاجتی خواطر شدن و واهمه کردن نیست آقای دکتر. باز شاید در یگان جای خوابش برده است. دفعه گذشته هم گم شده بود. چند روز او را نیافتیم. ناخواست خودش آمد. در راه خوابش برده است. یعنی ببینیم چی من میدارم. به این هم مال در همین جاست. لباسم چه خیلی است دیلا؟ خیلی زیبا زینب. آخر بیا این هم از این بهترش را ندارم. با تو خیلی زیبی ده زینب. تشکر به تو دیلا. از تو خیلی منت دارم. اگر تو نمی بودی این روز نصیبی منو طاهر نمی شد. در پیش روزهای خوشبختیتان زیادن انشالله.
راه برآمدم اما نمیدونم این راه مرا تا کجا میبرد. انشالله همش خوب میشود زینب. دلا به من وعده ده اگر با من یگان واقعه را دهد همیشه در بری طاهر میشوی. وعده ده دلا. هر چی گویم مبارک شود. جناب سبا شما چی ها میگویید؟ معلم و دکتر خانه‌دار میشوند. من هم مبارک شود گفته ایستادم رئیس. من نصیب باشد با تویشان میروم، نروم عیب میشود. همین طور نه؟ مایلش انتظار میشوی. البته میروم، آن تو رو میبینم. دخترم بیا تو رو ببوسم. دستی عمتت رو ببوس. از این طرف گذر دخترم. هی هی مبارک باشد. تشکر کنم. خوش آمدید. آقای دکتر زود باشید، دیر کردیم. همه ما را انتظار است. به خدا همه. تو را حضر من می آیم. بچه‌ش اما دیر نکنید. مالش التماس دیر نکنید. چی خیلی زبیده است؟ خیلی زبیده است آقای طاهر. چرا تو در بازمگاه نیستی؟ جهاز توی رو باید به عروس دهید، اون رو آوردم. من باید اون رو به زینب دهم؟ نه، از نام شما من میدهم. چی کار کردنم رو نمیدونم دیلو. آخر کسی ندارم. در ده اکنون اصلا شخص نزدیکم تویی. همیشه همینطور در نزدم باش. مایلش هرچی که شما خواهید. بیا رفتیم دیلو. شما روید، من اینها رو جمع کردن می آیم. حاضر وقت اینها نیست. زود می آیم، خواطر نشوید. مایلش دیر نکن. بختتان سفید باشد. تشکر. جناب سبا خوش آمدید، نور و صفا آوردید. خوش آمدید. خوش باشد رئیس. کلی به این طرف گذارید. مرحمت. صفا آوردید جناب سبا. مبارک شود آقای حامد. خدا راضی باشد. خوش آمدید. خوش باشد. خوش آمده جناب سبا. خوش باشد. ما رو در حیرت گذاشتید. نور چشم دههی آبی کلان دخترمان توی داشته است و من نمی آمدم. خیلی خرسند شدم. خدا بختتان را دهد خانم معلمم. خوش آمدید جناب سبا. جناب مرحمت گذارید. راست نیست. گذارید. کنی گذارید. مرحمت. باز رو دوام دهید. کنی موسیقی باز رو دوام دهید. برای نشاط آمدید. گرزید میرفتید. چرا زیقیتویی؟ نبینی زینب، من اصلا نخواستم که خالای زیلال نیز در توی من باشم.
یگان خواهش دیگری ندارد خالای زیلال؟ نه دخترم، خدا راضی باشد. میآیم سلیمان، این فیروخ جانم را بر لب آورده است. مبارک شود، مبارک شود. شاد شد آرام شده ینگا. آقای دکتر مبارک شود. مبارک شود دخترم، مبارک شود. در پناه خدا باشد. داماد مبارک شود. مبارک شود. تشکرم حجم. مبارک شود. مبارک شود آقای دکتر. بیایید بذارید بیایید دارم آنجا. خانم کیفا بیا رفت بکنیم، بیا رفت بکنیم. زاد اوکی. بچه بازی سر شد، زودتر بیایید. خدمت با هم تو را انتظار بودم، با خدمت پهلوی همه. راه گرده پیاده‌گرد ها زودتر باشه. از همه خوشبخت‌های این روزها را هم دیدم. احاطه کنه. برای تبریکات آمدیم دکتر. از ده هدف شو. عروس رو گرفته بعد میرویم دکتر. گریدورا
پیراهی تقدیر فیلم سال 2011 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانده شد.